ابزارهای هوش مصنوعی متنوعی وجود دارن که به شما کمک میکنن تصویر تولید کنید یا تصویر خلق کنید. حالا یا اینا رایگان هستن یا پولین یا یه تعدادی در روز به شما رایگان میدن یا یه مقداری اعتبار اولیه به شما میدن که مثلا 40 تا تصویر تولید کنید. اونایی که من توی این لیست توی کانال تلگرام به شما معرفی کردم یا رایگان هستن یا حداقل تعدادی رو بهتون رایگان میدن و میتونید استفاده کنید. از اونایی که من بهتون معرفی کردم چند تاشون معروفتر هست، مثل چت جی پی تی، مثل جمنای گوگل، مثل لئوناردو. اینا معروفتر هستن تا نسبت به بقیه مدل ها که من اونا رو توی این ویدیو میگم باشون یه تصویر میسازم. ولی یه نکته که وجود داره اینه که شما اگه یه دونش رو یاد بگیرید، منطقش رو درک کنید، دیگه براتون فرقی نمیکنه ابزار کدومه. هر ابزاری رو که به شما بدن شما میتونید باش تولید تصویر کنید. حالا بعضیاش ممکن یه سری فیچرها، یه سری امکانات بیشتر داشته باشن. مثلا سایز تصویر رو بتونید انتخاب کنید یا بگید چند تا عدد باید تولید کنه. ولی در حالت کلی تفاوتی با همدیگه ندارن. همشون یه کاری انجام میدن. از شما یه پرامپت میگیرن، یه دستور میگیرن و دستور شما رو اجرا میکنن. نکته دوم اینه که اگر شما تا حالا استفاده نکردید، ولی نکته رو بدونید که تمام این ابزارها نیاز دارن که شما لاگین کنید. یعنی ابتدا ثبت نام کنید و بهترین کار اینه که شما جیمیل داشته باشین، یک یا چند جیمیل بسازید برای خودتون اگر ندارید و با کمک اونا بتونید به اینا لاگین کنید. برای شروع یکی از این لینک ها کلیک کنید که من اول چت جی پی تی و جمنای رو میخوام بگم. این اولیه، این دومی چت جی پی تی، اینم جمنای. روش که کلیک کنید، چه با گوشی باشید چه با کامپیوتر باشید، وارد اون محیط ابزار میشید. برای شروع باید حتما لاگین رو بزنید. من الان توی chatgpt.com هستم، لاگین رو زدم و کانتینیو وید گوگل رو میزنم تا بتونم با یکی از جیمیل هم وصل بشم. این بخش از ویدیو شاید برای بعضیا تکراری باشه، خودشون بدونن چطور باید کار کنن، ولی خب بهتره که من کامل بگم برای دوستایی که نمیدونن. خب من یه تکه از تصویر رو کات زدم به خاطر اینکه نمیخواستم ایمیلم و پسوردم توی تصویر مشخص بشه. وقتی شما ایمیلتون و پسوردتون رو وارد کنید و نکست رو بزنید، وارد محیط چت جی پی تی میشید. بازم میگم فرقی نداره، شما توی هر ابزاری که کار کنید مراحل اولش همین شما باید لاگین کنید. برای ساخت تصویر شما کافی اینجا یک پرامپت بهش بدید و بهش بگید چه تصویر رو میخواید ببینید. حالا شما میتونید یا به فارسی خودتون تایپ کنید، مثلا بگید یک تصویر بساز که حالا مشخصاتتون رو براش بنویسید، هر چیزی که توی ذهنتونه یا هر چیزی که لازم دارید. مثلا یه کافه توی دهه 40 توی ایران که یه پوستر به دیوار نصب شده، یه موسیقی داره پخش میشه، یه نفر داره سیگار میکشه و محیطی که میخواین رو کامل توصیف کنید. اگر شخصی رو داره توی این ویدیو نشون میدید، کامل و با جزئیات باید پرامپتش رو بنویسید. من الان یه دونه نوشتم یه کمی برای اینکه ویدیو طولش کمتر بشه. اینجا من از قبل آماده نوشتم. یه استودیو تولید محتوای مدرن میخوام نشون بدم، یه تیم داخلش باشن، سبکش رئال باشه، مینیمال باشه و حالا چیزایی که توش نوشته شده و میخوام همچین چیزی رو تولید کنم. پرامپت خاصی نیست، صرفا یه چیزی نوشتم که ببینید تولید عکس چطوریه. وقتی پرامپتتون رو نوشتید، اینجا کافیه کلیک بزنید تا اون تصویر براتون درست بشه. ممکنه چند ثانیه زمان ببره. من ویدیو رو پاس میکنم، مجدد دوباره ویدیو رو برمیگردم. تصویر من آماده شد، حدوداً 3 دقیقه تا 5 دقیقه طول میکشه بسته به اینکه سرور چقدر حالا شلوغ باشه و بعد تصویر رو برای شما میسازه. اینجا من مشخص نکرده بودم اون چند نفر باید توی کار باشن، دقیقاً لباساشون چه رنگی باشه، چه نژاد و ملیتی داشته باشن و هیچ توصیفی نکرده بودم. صرفاً گفتم یه محیط استودیو میخوام با چند تا دوربین و سافت باکس و چیزایی که تو این تصویر میبینید.
حالا شما میتونید خیلی جزئیات دقیق تری رو بگید. بقیه ابزار هوش مصنوعی هم دقیقا همینطورین. مثلا الان جمنای رو نگاه کنید. جمنای هم همینه. شما خودتون رو تایپ میکنید. حالا من قبلا تایپ کردم همون پرامپت رو مثلا میخوام برم جمنای برای من تولید کنه. فرقی نمیکنه. شما کافیه بهش بگید یک تصویر بساز و تصویرتون رو توصیف کنید. حالا گاهی اوقات هست شما میبینید توی اینترنت توی کانال‌های تلگرامی یه سری پرامپت‌های آماده به شما میدن مثل این به انگلیسیه. با کمک اینا میتونید تصویرهای خاص و مثلا منحصر به فردی رو تولید کنید. الان این همون تصویری که دادم به چت جی پی تی اون رو تولید کرد، هم رو کپی پیست کردم توی جمنای و این رو برای من داد. دیگه باید ببینید کدوم یکی از این ابزارا به اون مدلی که شما توی ذهنتون هست نزدیکتره. الان یه پرامپت دیگه دارم بهش میگم. فرق نمیکنه. این از اون پرامپتایی که خیلی معروف هست. شما میتونید یک محصولی رو توصیف کنید و با توجه به توصیف شما اون محصول ساخته بشه. الان من این محصولی که توصیف کرده بودم گفته بودم یه سنیچ میخوام، یه نوشابه سنیچ پرتغالی باشه، اطرافش پرتقال باشه و کلا محصول رو توصیف کرده بودم. این یه حالته که شما میتونید از ابزارها استفاده کنید. صرف نظر از اینکه چه ابزاری رو دارید استفاده میکنید اینه که شما پرامپت میدید. هیچ کار دیگه نمیکنید. فقط میگید یه تصویر بساز که این مشخصات رو داشته باشه. یه حالت دیگه وجود داره که بعضی از این ابزارها به شما میدن و حرفه‌ای‌تر هست. اینه که شما روی گزینه اد فایل کلیک کنید. روی مثبت هست به اسم اد فایل. هم جمنای این رو داره و هم چت جی پی تی هر جفتشون رو دارن. شما میتونید یه عکستون رو بدید بعد ازش بخواید یه سری تغییرات روی عکس بده. مثلا یه عکس کارتونی رو بدید بگید که اینو رئالیستیک کن، واقع گرایانه کن. یا اینکه نه یه عکس خودتون رو بهش بدید بگید این عکس رو کارتونی کن. همشون همین کار انجام میدن. منطق کارشون همینه. شما مثبت رو میزنید آپلود فایل رو انجام میدید یه عکسی که مد نظرتون هست رو انتخاب میکنید و بعد یه پرام میدید بگید این تغییر رو روش بده. من این قابلیت رو توی جمنای دارم به شما نشون میدم و همچنین دارم میگم که توی چت جی پی تی هم با همین مثبتی که اینجا هست اگر روش موضوع نگه دارید می‌نویسه add photo and file. چه از اینجا این کار انجام بدید add photo and file، چه از اینجا مثلا این تصویر رو انتخاب کنید بهش بگید یک نفر روی این مبل مثلا نشسته باشه. مثلا پیرمرد 80 ساله ایرانی. میتونید تصویر مورد نظرتون رو بهش بدید یه پرامپت هم بدید که بگید به اون تصویر یه چیزی اضافه کن. این بیشتر برای تصاویر محصولتون کاربرد داره که من میخوام یه مثالی که میزنم روی محصول باشه. فعلا اینو برای تست همینجوری دادم که ببینید یه عکسی رو ما میتونیم بهش بدیم و بگیم یه تغییر تو این به من بده. مثلا گفتم روی این مبله یه پیرمرد 80 ساله ایرانی بشینه. من این ویدیو رو پاس میکنم و وقتی تولید شد رفرش میکنم. خب من برگشتم ویدیو رو پلی کردم. یه 5 دقیقه طول کشید تا تونست این تصویر رو برای من بسازه. من یه تصویر خام رو بهش دادم. از این قسمت که مثبت رو زدم. عکسم رو انتخاب کردم و گفتم یک نفر روی این مبل بشینه پیرمرد 80 ساله ایرانی. شما با این مدل میتونید هر چیزی رو به عکستون اضافه کنید یا عکستون رو ویرایش کنید و کلا عکستون رو تغییر بدید. در واقع منطق کلی همه ابزارهایی که به شما معرفی کردم تقریبا همین چیزیه. شما یک پرامپت میتونید بنویسید، یک دستور رو میتونید بنویسید. بعضی از اونها هم به شما اجازه میدن یه تصویری رو انتخاب کنید، آپلود کنید.
یکی دیگه از ابزارهایی که میخوام الان باهاش کار کنم و یه مثال روش بزنم، اون ابزار هدرا هست. هوش مصنوعی hedra.com/app/image. اگر وارد این سایت بشید، وارد لینک بشید در واقع، میتونید با مدل فلاکس بیاید تصویری که میخواید رو ایجاد کنید. این بخشم مثل همونایی که مثبت داره، اون قابلیتی رو داره که شما بتونید عکس خودتون رو هم اضافه کنید. من مثبت رو میزنم، یه عکسی رو از قبل انتخاب کردم، یه عکس معمولیه، یه نوشابه کانادا درایی و یه شخصی توی دستش گرفته و خب میبینید که اصلا زاویه خوبی هم نداره، کاملا کجه، تصویر کامل نیست و میخوام بگم یه عکس محصولیه که خیلی هم حالا جذاب نیست. میتونم بهش بگم اینو بکنید عکس تبلیغاتی، میتونم بگم بک‌گراندش رو حذف کن و هر دستور دیگه. حالا من برای که جذاب تر باشه یه پرامپت کاملتری رو آوردم، گفتم که مثلا میخوام روی برج یخزده‌ای با یه آسمانی که حالا شفق قطبی داره چند نفر دارن این محصول من رو نگه میدارن. وقتی این رو بزنید میاد روی این تصویر که شما براش آپلود کردید این پرامپت رو اجرا میکنه. حالا اینکه شما چه تصویری رو بذارید بستگی به محصولاتتون داره، اینکه چه پرامپت رو بنویسید بسته به اینه که چه کار میخواید باش انجام بدید. حالا چیزی که من دیدم خیلی شیک و جالب میشه این پرامپت بود. این گزینه رو زدم تا عکس برام تولید شه. این هدرا ابزار خیلی خوبیه، داره با مدل فلاکس کانتکست برای من تصویر تولید میکنه. خب من ویدیو رو نگه میدارم، شاید زمان بر بشه این تولیده. حدودا 20 ثانیه طول کشید تا این تصویر برای من آماده شد. همونطور که می‌بینید اون تصویری که من بهش دادم، یعنی اون مشابه کانادا که توی دست اون شخص بود، کج بود، کاملا نامعلوم بود چیه. الان اومد توی این پرامپتی که من بهش گفتم. اگر من روی این گزینه کلیک کنم برام دانلود میشه. روی این گزینه کلیک کردم، برای من دانلود شد، عکس رو میبینم. همونطور که میبینید طبق اون چیزی که من بهش گفتم عیناً محصول من رو آورد و اون دستوری که من بهش دادم رو انجام داد. هدرا یه مدل خیلی قویه به خاطر اون فلاکسی که داره ازش استفاده میکنه. حالا یه قابلیت دیگه همین هدرا به شما میده. شما میتونید همینو به یه ویدیو کوتاه تبدیل کنید. یه گزینه اینجا میبینید به اسم ریمیکس این ویدیو. این رو بزنید. خب ببینید این سمت راست عکس شما اضافه شد. توی هدرا این شکلیه که شما یه عکس بهش میدید، یه اسکریپت صدا بهش میدید، بعد اینا رو با هم ترکیب میکنه و به شما خروجی میده. میتونید یه پرامپت هم بنویسید، مثلا بگید که این نوشابه بیفته رو سر اینا، یا مثلا بره تو هوا، بره تو فضا. هر چیزی میتونید به عنوان پرامپت بنویسید. اگه ننویسیدم خودش یه حرکت کوچیکی حالا اضافهش میکنه. اگر این یه ویدئویی بود که توش حرف زده بودن، خب من یه صدای پر میکردم، تغییر صدا میدادم، بعد میومدم داخل این اسکریپت اضافه میکردم. اما الان میخوام فقط صدای کولاک بیاد، صدای بوران بیاد. از کجا باید برم این صدا رو پیدا کنم؟ این قسمتش مربوط به هوش مصنوعی نمیشه. یه سایت به اسم pixabay.com. شما اگر صوتی رو خواستید، مثلا صدای بارون، صدای برف، صدای همهمه، صدای بازار، هر چیز رو خواستید اینجا به انگلیسی سرچ کنید، بعد براتون میاره. مثلا اسنو استور رو من سرچ میکنم توی دسته‌بندی ساوند افکت، یعنی افکت های صوتی. خب، یکی یکی رو اینا که برید بهتون نشون میده چه شکلیه. خب اینجا صداشو میشنوید. مثلا من همین اوکیم. 6 ثانیه هم هست. خب 6 ثانیه برای هدرا خوبه. اگر مثلا بیشتر از 1 دقیقه باشه، 60 ثانیه باشه، 20 ثانیه باشه، ممکنه هدرا از من قبول نکنه. من اینو دانلودش میکنم.
حالا برمیگردم از پیکسبی برمیگردم توی هدرا و اینجا اسکریپتم رو انتخاب میکنم. حالا یا میخواد صدا تولید کرده باشه یا میخواد رکورد بگیرم همینجا صدای خودم رو، یا نه یه افکتی رو من دانلود کردم میخوام یه افکتی رو بذارم. من افکتم رو انتخاب میکنم، به من نشون میده، میگه تا زیر 30 ثانیه باید باشه که خب مال من هست. اد تو ویدیو میزنم و حالا این رو میذارم جنریت میکنه. 39 تا کردیت هم لازم داره که با همدیگه میره اینا رو تولید کنه. اینکه کردیت داره به این معنا هست که وقتی که شما ثبت نام میکنید برای اولین بار یه تعدادی کردیت اعتبار اولیه رایگان به شما میده. مثلا اینجا 162 تا من کردیت دارم. هر بار که یه ویدیوی تولید کنید، هر بار که یه عکسی تولید کنید، یه تعدادی از این کردیت کم میکنه و خب اگه صفر شه دیگه نمیتونید تولید کنید. باید اکانت پروشون رو تهیه کنید. حالا اگه نخواید اکانت پرو رو تهیه کنید چه کار میکنید؟ مثلا من از هدرام استفاده کردم، اکانتم تموم شد، خب حالا برم پرو بگیرم. یه راهش اینه که خب برید پرو بگیرید، پول بدید به دلار، ولی یه راه دیگهش اینه که یه جیمیل دیگه بسازید و بیاید دوباره از اول ثبت نام کنید. به اون هم بازم یه کردیت مجزا از اول میده. یعنی اکثر ایرانی‌ها که دارن از ابزار هوش مصنوعی استفاده میکنن به همین شکله. مثلا شاید 10 تا جیمیل دارن، 10 تا ایمیل دارن، میان همه رو استفاده میکنن، دوباره میان یه ایمیل دیگه میسازن. البته به جز جیمیل با یه ایمیل های موقت هم میشه اومد داخل که خب اون حالا بگم یه خورده گیج میشه. حدودا 1 دقیقه 30 ثانیه طول کشید تا این ویدیو برای من آماده شد. من پلی که میکنم اون افکت صوتی که انتخاب کردم با این تصویر ادغام میشه. البته پرامپت خاصی ننوشتم که اتفاقی بیفته توی این ویدیو، ولی اگه شما نوشته بودین که مثلا این نوشابه بیفته روی زمین، خب قطعا متفاوت میشد جوابش. در واقع منطق همه هوش مصنوعی هایی که دارن عکس تولید میکنن همین که شما دیدید. اول لاگین میکنید، بعد پرامپتتون رو میدید. بعضیاشون یه قابلیت دارن که شما یه چیزی رو بهش اضافه کنید، مثل اینجا که ما با این مثبت استارت فریم یا توی چت جی پی تی با این گزینه اد فوتو یا توی جمنای با این گزینه من بیارم اد فایل، میتونید فایلتون رو، اون عکستون رو اضافه کنید. حالا تغییراتی که میخواید رو بهش بگید براتون اعمال کنه. بعضی از این ابزارا یه سری تنظیمات بیشتر هم دارن. مثلا توی همین هدرا شما میبینید نسبت تصویرتون رو میتونید انتخاب کنید. مثلا میخواید مربعی باشه، میخواید 16 به 9 افقی باشه، اگه بر یوتیوب یا سایت مثلا 16 به 9 افقی خوبه، یا میخواید 9 به 16 باشه که برای استوری اینستاگرام یا تیک تاک خوبه. شما میتونید بیایید و انتخاب کنید که چه نسبتی رو میخواد داشته باشه، افقی باشه تصویر یا عمودی باشه. یا اینکه بیایید اگر ویدیو هست که اینجا میخواستم یه ویدیو درست کنم، کیفیتش رو هم مشخص کنید که 540 باشه یا 720 باشه. اگر شما نسخه های غیر رایگان رو دارید استفاده میکنید، براتون این امکان هست که بتونید از انجین های دیگه استفاده کنید. مثلا شما اگر اکانت هدرا رو بخرید، علاوه بر این که میتونید با خود هدرا ویدیو تولید کنید، توی همین هدرا میتونید از مدل هوش مصنوعی وئو هم استفاده کنید که مربوط به گوگل وئو 3، یا از کلینک هم میتونید استفاده کنید. این دیگه بستگی به ابزارتون داره و اینکه نسخه پروها رو دارید استفاده کنید یا نسخه های معمولی رو. بعضی از ابزارها علاوه بر اینا چند تا آپشن دیگه هم بهتون میگن که الان بهتون معرفی میکنم. یه ابزار دیگه هوش مصنوعی get image هست، getimage.ai، که من لینکش رو براتون داخل همین لیست گذاشتم. اونم همین شکل شما لاگین میکنید. بعد از لاگین میتونید اینجا پرامپتتون رو بنویسید و بعد اجرا کنید. همچنین میتونید مدلتون رو هم انتخاب کنید. مثلا مدل
فلاکس باشه، از مدل GPT استفاده کنه یا از انجین خودش استفاده کنه. پرامپتتون رو می‌نویسید، مدلتون رو هم انتخاب می‌کنید. اینجا می‌خواستم این رو بهتون نشون بدم. علاوه بر این که اسپکت ها یا نسبت های مختلفی رو داره بهتون ارائه میده، مثلا 9/16، 2/3 یا 3/4، میتونید بهش بگید که تعداد ایمیجایی که میخواید، تعداد تصاویری که میخواید هوش مصنوعی در هر ترامپ تولید کنه چقدره. مثلا 2 تا، 4 تا، 10 تا. اگر این پرامپت رو من بهش بدم و روی این 3 تا باشه، 3 تا تصویر کنار هم برای شما تولید میکنه که شما بین اون یکی رو انتخاب کنید. به نظر من کار اشتباهیه. بهتره یه دونه ایمیج تولید کنید. اگر خوب بود، حالا یا اگر خواستید جایی رو عوض کنید، فقط یه پرامپت خرجش کرده باشید. چون اینم کردیت داره دیگه. الان من کردیتام توی این اکانتی که باهاش هستم تموم شده و به من اجازه نمیده که تولید کنم. ولی خب اگه یه اکانت تازه کار باشه، یعنی تازه شما ثبت نام کنید، تا 40 تا بهتون امکانش رو میده. اوایل تا 100 تا اعتبار میداد، الان شده تا 40 تا. حالا شما ثبت نام کنید، یه کردیت اولیه به شما میده. این پایین هم که میبینید نوشته 3 کردیت، بهتون میگه 3 تا دونه اعتبار بیشتر ندارید. اگه شما شروع کنید، حالا این یا عدد 100 هست یا عدد 40 هست. دیگه ابزارهای تولید هوش مصنوعی چیزی فراتر از این ندارن. همشون همین شکلی‌ان. یعنی نحوه کار کرده همشون همینه. در کل منطق کار کردن با نرم افزارهای هوش مصنوعی همشون شبیه همه. شما باید با یه جیمیلی یا با یه ایمیلی بیاید توش ثبت نام کنید یا لاگین کنید. اگر یک بار هم ثبت نام کردید، لاگین کردید، دیگه لاگین میمونید تو اون سیستمه تا وقتی که حالا اعتبارش تموم شه و بخواد بیاد بیرون یا با یه اکانت دیگه وارد بشید. بعدش اینه که شما وقتی که لاگین کردید و وارد شدید، یه پرامپت یا دستورتون رو بهش بدید و خروجی بگیرید. هم فارسی میتونید پرامپت بنویسید، هم انگلیسی. همشون که انگلیسی متوجه میشن، اما بعضیاشون تو فارسی کم ضعیف‌ترن. در نتیجه اگه انگلیسی بنویسید راحت ترید. از خود هوش مصنوعی، از خود چت جی پی تی هم میتونید برای پرامپت نوشتن کمک بگیرید. مثلا بگید میخوام همچین عکسی رو تولید کنم، خودش بهتون جزئیات بده. بعد از اون پرامپت کمک بگیرید برای تولید عکس. بعضی از ابزارها هم به شما این امکان رو میدن که با زدن دکمه اون مثبته اضافه کنید، اد کنید، اتچ کنید یا آپلود کنید. بعد بگید روی اون عکس یه سری تغییرات میخواید. مثلا اگر عکس محصوله، میتونید بگید بک‌گراندش رو حذف کن یا محیطش رو عوض کن، عکس تبلیغاتی درست کن یا کار این شکلی. اگر تنظیمات خاصی هم داره، مثلا سایز ویدیو چقدره، ببخشید سایز عکس چقدره، یا این سری موارد رو میتونید اونجا دستی حالا درست کنید. اول با همه ابزارا کار کنید تا آشنا بشید با محیط کلی، بعد دیگه جزئیات رو در نظر بگیرید.